با ابتکار ریاست دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو در منطقه تجربوی دانشگاه در موضع زغیرتوت شهری لوکن انشاءات تعلیمی و آزمایشی و تشخیصی مورد بهره برداری قرار داده شد. بنا از دو سیمخانه آزمایشی، یک تالار مجلسگاه و دو بینای یاریسان تشخیصی تابستانه عبارت بوده با تمام تجهیزات زمانوی مجهز گردانیده شده است. در رسم افتتاح آن رهبریت دانشگاه و آموزگاران و علاقمندان فنهای طبیعی اشتراک کرده از رفت مشغولیت‌ها و ساختمان و تجهیزات این انشاءات دیده نموده به کار ساختمانچیان و آموزگاران و دانشجویان بهای خوب دادند. دانشجویان در نزد مهمانان از کارهای لابراتوری خود و چگونه گذرانیدن آزمایش‌های ارگانیسم نباتات و حیوانات معلومات مفصل دادند. در روند تجربه خود ما پیگمنت سبز خلروفیل رستنی را مشاهده می‌کنیم. برای گذراندن این تجربه برای ما سراول برگ‌های سبز تر و تازه رستنی لازم است. ما برگ‌ها را میده ریزه کردیم و پس از اون به اون کربنات کلسی را یعنی در شکل بوری میده کرده را اضافه کردیم. برای نیترالیزاسیون دیوارهای حجره به اون ما کمی شیشه میده نیز اضافه کردیم. پس از اون ما کمی دیگر سپیرت اضافه میکنیم. ما همه این ماده های یکجای شده را نقض آمیخته میکنیم تا که نیترالیزاسیون دیوارهای حجره عملی یابد و پیگمنت سبز خلروفیل حاصل شود. طوری که اطلاع داده شد ساختمان چنین یک انشاءات مجهز با تمام تجهیزات آرزوی چندین ساله اهل آموزگاران و دانشجویان دانشگاه بوده. با دستور و هدایت‌های سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره عملی شوی 20 ساله رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی روی کار آمده است. در این منطقه تعلیم تجربوی زغیرتوت علاقه ما با آموزش فنولوژی، آموزش اونتوگنز این رستنی خصوصیت‌های شفابخشی خصوصیت‌های بیولوژی رستنی کار کرده شده ایم و در عرصه جنبش کار قرار داریم. این تشبسات برای بلند برداشتن سطح دانش دانشجویان، تامین مؤسسه‌های تعلیمی با تجهیزات معاصر، دستگیری تجهیزات علمی و ایجادی، اصول‌های اینواسیونی و آماده کردن متخصصان بلند اختصاص روانه کرده شدند. بسیار شاد از آنیم که برای ما آزمایشگاه‌های نو آماده نمودند و ما تجربه های صحرایی خود را با دانشجویان در اینجا در یک فضای آزاد میگذرانیم و دانشجویان دانش های نظریوی که از فنهای بوتانیک و زولوژی در درس های لکسیونی از خود میکنند میتوانند که در عمل در اینجا آموزند با رستنی ها و حیوان های گوناگون از نزدیک شناس شوند. در تالار مجلسگاه آزمایشگاه با اشتراک کل آموزگاران و هیئت پروفسوران دانشگاه جمع آمد دایر گردید. رهبریت دانشگاه تاکید داشتند که همه مشغولیت‌های آزمایشی حتما در اینجا گذرانیده شوند و دانشجویان از دانش‌های مکمل معاصر دایر به نباتات و حیوانات برخوردار باشند. اکنون نه که در این لابراتوری‌ها دانشجویان را تعلیم دادن ممکن است، بلکه از علم‌های بوتانیکا، زئولوژی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی رستنی‌ها، فیزیولوژی حیوانات و دیگر ساحه‌های علم بیولوژی کارهای تحقیقاتی انجام دادن ممکن است. کارهای آبادانی و سازندگی جریان تازه داشته، بهره بهتر نمودن صفت تعلیم، تهیه و جاری نمودن برنامه‌های تعلیمی زمانوی و پوره کردن پایه مادی تکنیکی، دستگیری تحقیقات علمی، کارهای زیادی به انجام رسانیده می‌شوند. حسن زاده گلیزاد، دلیر شریف، نمازلی ارگش، اخبار شهری لوکند.